سلام و درود بی پایان به یکی شما همدیاران عزیز و ارجمند. عادتاً اکثرا آن کمبودی هایی که ما در وجود دیگران مشاهده میکنیم اصلا به آنها ربط ندارد، بلکه این نگاهی ما است که آنها را این گونه عیبناک میبینیم. مردی با همسر خود یک خانه نو میگیرند و کوچ میبندند. وقتی که آنها صبحانه میکردند و زن روبروی تریزه می نشست، بعد شوهرش گفت این همسایه روبروی ما لباس شسته است و فکر میکنم اون لباسش یا درست نشسته است یا که ماشین جمعشویش نقصان دارد و یا اینکه اون خوکه جمعشویی که استفاده میبرد خوب نیست و یا اینکه اون نمیتواند که از این اصول ها خوب استفاده برد. شوهرش باشد گفت شاید این قضاوت تو نادرست باشد، شاید تو خطا فکر کنی، زود این گونه قضاوت نکن. زن باشد گفت نه، چی جای این گونه شبهه کردن است، تو نگاه کن خودت. شوهر باشد دیگر چیزی نگفت و صبح دیگر که صبحانه میکردند زن باشد دوباره سخن آغاز کرد و گفت من مشاهده کردم نه تنها این همسایه روبروی ما بلکه دیگر همسایه ها نیز همین گونه هستند. لباس های آنها همین گونه اونقدر خوب تازه نشده است. آنها یا از استفاده تکنیک خوب نمیبرایند یا که خوکه جمعشویی که استفاده میبرند مصیفت نیست و یا اینکه ماشین جمعشوییشون یگان نقصان دارد. همین گونه همه این لباس ها نه اونقدر خوب تازه شسته شدند. شوهر باشد باز گفت این گونه زود قضاوت نکن. از بین یک ماه گذشت و وقتی که صبحانه میخوردند زن و شوهر، زن باشد به شوهر گفت نگاه کن این لباس های همسایه ها تمیزتر است نسبت لباس اون وقت های قبلی، یا که آنها خوکه هاشون رو عوض کردند یا که ماشینای جمعشوییشون نقصانی داشت و تعمیر کردند و یا اینکه اصولی کار کردند با این وسیله ها رو خوب آموختند. شوهر باشد به زنش گفت نه عزیزم، تو خطا میکنی، تو خطا قضاوت میکنی. این صبح من از تو پیشتر از خواب بیدار شدم و شیشه های تریزه من را تازه کردم. یعنی که عیب نه همه وقت در وجود دیگران است بلکه این نگاهی ما است که آن گونه میبینند. همیشه خوشبین باشید بینندگان عزیز.